نام یاد خدا طریقه اضافه کردن دوا را در دیتابیس ما میخوانیم، راهنمایی میکنیم. در قسمت سپلای یا منوی سپلای وقتی که ما کلیک میکنیم، فرمی که دواها را ما اضافه بکنیم برای ما ظاهر میشه. خب چه خوب است که فرم بزرگ بسازیم. به این شکل وقتی که ما فرم بزرگ میسازیم، در اینجا اتومات آیدی میخوره. فرم سپلای آیدی به شکل اتومات 272 یعنی تا 271 موجود است. بعد از اون آیدی یکی با بالاترش آیدی میخوره. اینجا نام فارماسی هایی که مثلا ما شما ازشان دواها را خریدیم مکمل اینجا قرار میگیره. مثلا من آل از یک فارماسی دیگه دوا میخرم، نوید فارماسی فرض مثال، درست است. خب نوید فارماسی، نوید فارماسی میایم در منوی دیگه نام پروداکت یا آیتمی را که ما میخریم، مثلا پانادول سیف تابلت، یا میشه در پایان نوشته کنیم اینتر میزنیم. در خط دیگه میایم مثلا میگیم که تابلتش ده 1/10 یعنی در یک پاکتش 1/20 میگیریم، در یک قطش 2 تا 20 دانه داره. کمپانیش هم مثلا هر کمپانی ترکیش مثلا یا هر جایی که هست مشخصاتش وقتی که ختم کردیم اینتر میزنیم. در قسمت قیمتش میایم، توکلی یک قیمت برش میپرتیم. به عنوان مثال است مثلا قیمتش برای ما قیمت یک قطیش 20 افغانی میایه. چند میفروشیمش؟ 30 افغانی میفروشیمش. میگه که 50% مفاد شما از این دوا در نظر گرفت. اگر ما بخوایم که این دوا را به اساس فیصدی مفادش برای ما خود اپلیکیشن نرخ بده، پس این دکمه را یا ایتی که فعال میکنیم، میگیم که ما اینی میره 20 روپه خریدیم، میخوایم که از امی 20% مفاد بگیریم. چند میشه؟ درست است. ایره اپلیکیشن چی میکنیم؟ 20 میگیم، میگه 24 افغانی باید بفروشیم. درست است. میگیم 30% مفاد میگیریم، 30% مفاد میگه 26 افغانی. 40% مفاد 28 افغانی. به این شکل ما میتونه به اساس فیصدی نرخ بانیم یا نرخ بانیم فیصدی را به ما اپلیکیشن بکشه. نرخ میمونیم میگه فیصدی را به ما اپلیکیشن بکشه. مثلا 25 افغانی میفروشیم، 25% مفاد میشه، یا میگیم 30 افغانی 50%. دیگه در اینجا به ما چقدر از این کمپانی خریدیم، مثلا از این نوید فارماسی ما همین پنادول سیفه چقدر خریدیم، میگیم که 200 قطی خریدیم، 4000 افغانی میگه پولش میشه. چقدرش که پرداخت میکنیم اینجا ما رسید میکنیم، میگیم که 2000 افغانیش ما پرداخت کردیم. اینجا یک بارکد برای دوای ما مثلا در نظر میگیریم. هر دوا باید بارکد داشته باشه. بعضی از کمپانی ها خودشان بارکد تولید میکنن در پشت دوا، و بعضی دواهایی که بارکد نداره ما وقتی که این جنریت بارکد بزنیم این دکمه را برای ما دوا چی میکنه؟ برای دوای ما یک بارکد تعیین میکنه. خب ما خوب است که اپلیکیشن ای طرف بیاریم تا اینکه آپشن ما کار کنه. میره وقتی کلیک میکنیم برای اپلیکیشن برای می پنادول سیف ما یک بارکد اپلیکیشن تولید کرد. در اینجا شما نمونه مثالش دیدیم. اینا چی میکنیم؟ ما سیو میکنیم همین بارکد ما را سیو میکنیم که برای چاپ کردنش باز برای ما سهولت ایجاد شود. میایم مثلا در دسکتاپ، یعنی پنادول سیف نامش غرض نمیدیم، سیو میزنیم، بارکد ما در دسکتاپ سیو شد. و از این قسمت ما تاریخ اکسپایر دوا را انتخاب میکنیم، مثلا سالش 2027 میمانیم. سه نظر به دوایی که ما میخریم سالش تعیین میکنیم. و این قسمت ناگفته نمانه که اگر ما دوا را فرمایش دادیم، ما اینی پندینگ میزنیم، هنوز تسلیم نشدیم، و اگر دوا را مثلا برای ما رسانده ریسیو میمانیم، و اگر کنسل شده لغو شده کمپانی میگه من دوا را رسانده نتونستم بنابر مشکلاتی، ایره کنسل ده میزنیم که در لیست کنسل شده ها میره. در غیر از ما فعلا ریسیو ده میزنیم و انزد در آخر فراموش ما باید نشه که ما انزد بکنیم. دوای ما چی شد؟ فعلا پنادول سیف ما اضافه شد. اینجا یک دفعه سرچ میکنیم میبینیم که پیدا میکنه نمیکنه. پنادول سیف نوید فارماسی بر ما سودا کرده. پنادول سیف کل مشخصات و جزئیاتش آمده و چقدر پول شده، همیش چقدر شما رساندیم، این گپا همیش در چی شده؟ رسانده شده. این حال ما میخوایم که همین دوا را فرض مثال به اساس بارکد به فروش برسانیم. درست است. این بارکدش است. مثلا در فرم فروشات ما میریم، در فرم فروشات میریم، در صفحه بارکد اسکنر میریم، صفحه بارکد اسکنر نام مشتری ما را انتخاب میکنیم. این حال اینجا چی میکنیم؟ اسکن میکنیم. وقتی که اسکن میکنیم پنادول سیف ما پیشتر آنتی اسید سودا کرده بودیم برای این مشتری، حالا پنادول سیف سودا کردیم، آمد قیمتش هم آمد و خودش هم همه جزئیاتش. یا ما میتونیم از سلز فارم اینجا اضافه بکنیم، ببینیم که
اینجا چی میگه؟ پانادول سی سرچ میکنیم به این شکل برای ما کل جزئیاتش میاد. کلیک میکنیم اینجا برای ما فیصدی مفاد هم پایش میاد، چند فیصد مفاد برش موندیم، چقدر مفاد میکنه هر تابلتش، هر پاکتش، اینا کلش برای ما میگه. حتی کارت میگیم و در مشتری ما چی میشه اضافه میشه به این شکل. خب ما در قسمت اضافه کردن دواها ایره کار کردیم. یک بخش دیگه که بسیار مهم است که ما اگر فرض مثال ما یک دوای ما در حال آردر باشه، آردر دادیم پندینگ است هنوز به ما نرسیده، ایره بخوایم که پسان معلومات کنیم کدام دوای ما رسیده کدام دوای ما نرسیده، ما ایره میایم در فرم سپلایرز برای ما خوبیای زیاد یا آپشن های زیادتر داده. ایره خب میتونیم یک به شکل اکسل هم ما از صفحه اکسپورتش بکنیم و هم میتونیم از فایل اکسل همین دواها را مکمل میتونیم وارد بکنیم که از اینجا صورت میگیره. ما میریم در فرم سپلایرز. اینجا برای ما سپلایرز چی میکنه؟ آپشن های متعدد میده که بر اساس سپلای آیدی ما میتونیم دوا را سرچ بکنیم. مثلا همین دوایی که اضافه کردیم اگر اشتباه نکنم 272 یا 273 272 بخیر 272 بله از نوید فارما ما پنادول سیفه تابلت هایش خریداری کرده بودیم. این به اساس آیدی برای ما جستجو میکنه. دیگه به اساس نام دوا پنادول سیف نوشته میکنیم. اما پیش که وقتی که ما میزنیم ببخشید به اساس نام کمپانی نوید فارما مثلا درست است، نوید فارما میبینین وقتی که نویدش نوشته میکنیم برای ما میاره که از نوید فارماسی ما چی گرفتیم. نوید فارماسی هر مثلا احمد فارما، چون از احمد فارماسی ما زیاد گرفتیم اینجا مکمل میاره. این به اساس نام سپلایر به ما جستجو میکنه. دیگه به اساس استاک آیتم یا دواهای ما مثلا ما میگیم که انتی اسید درست است، انتی اسید سسپنشن میبینید شما که انتی اسید سسپنشنش برای ما اینجا آورد. و در اینجا ما به اساس چی؟ به اساس اینکه دواها ریسیو شده یا نشده، کدام اقلام دوایی که برای ما رسید شده کلش، اقلام دوایی که پندینگ است این انتی اسید ما پندینگ است هنوز به ما نرسیده، و اقلام دوایی کنسلی فعلا نداریم میره برای ما نمایش میده. و در اینجا اما قیمت ها را تعداد اقلام دوایی ما آیتم کاونت ما چند قلم است، چقدر سرمایه ما در دواها بند است، چقدر ما پیسه را رساندیم در معاملات ما یا به اصطلاح از کمپانیایی که میخریم دوا را، چقدر ما باقی هستیم. این گپا را همیشه بر ما در اینجا فاینال میکنه که ما میتونیم به شکل پی دی اف هم از این یک سامپل داشته باشیم از این دواهای ما. و اینجا ما میتونیم یک آپشن دیگه داریم پرینت پرایس لیست که ما اگر بخوایم پرایس لیست بدیم در مشتری های ما یا قیمت بدیم اینجا با برای ما چاپ میکنه که کدام دوای ما به چه قیمت ما میفروشیم. البته قیمت خرید ما رو چاپ نمیکنه، پرایس ما رو یا قیمت فروشات ما رو برای مشتری چاپ میکنه و ما میتونیم که در دسترسی مشتری های ما قرار بدیم. اینی آپشن هایی بود که ما در این قسمت اینا را کار کردیم.